سلام دوستان عزیز، حالا من با دوستم ظهورالدین تصمیم گرفتیم که شهر باستانی سرازم را زیارت کنیم و این هم پای پیاده با ولاسیپد. Stay still until they find it out. بعد طی کردن زیاده از 55 کیلومتر راه با ولاسیپد به شهرک باستانی سرازم رسیدیم. سرازم قدیمی‌ترین شهر تاجیکستان بوده، تاریخ 5500 ساله دارد. شهر 15 کیلومتر دورتر از مرکز شهر پنجرکن جایگیر است. ای سرازم ای یادگاری یادها، ای سکوتی خسته فریادها، ای سرازم ای یادگاری یادها، ای سکوتی خسته فریادها. شهرکده سرازم یکی از یادگاری‌های قدیمی‌ترین دوره انئولیت و اول عصر برنجی آسیای میانه میباشد. شهر را باستانشناس معروف تاجیک عبدالله جان اسحاقی سال 1976 کشف کرده است. مساحت شهر زیاده از 100 هکتار را تشکیل می‌دهد. نامگذاری سرازم از کلمه تاجیکی سری زمین به وجود آمده است. پرده‌های وقت را با کن سرازم، کش را از نو پیدا کن سرازم، از هزاران سال ارمانی بچه تازه خود را باز احیا کن سرازم. راسا بخشا مرا از وصل خود، روبرو آور مرا با اصل خود، زین هزاران سال پندی روزگار درس ها آموز بر هر نسل خود. ای سرازم ای یادگاری یادها،